بابا جان بابا جان بابا جان دخترم با تو چی شد؟ هیچ گپ نیست آرام شو آرام شو دخترم شما بردید گفته فکر کردم آرام شو هیچ چیز نشده است هیچ چیز نشده است نبرید بابا جان خواهش میکنم تمام آرام شو بابا جان شو سلین سخت ترسیدم بسیار سخت ترسیدم که بابایم وفات کرده است شوهر کن گفتن های بابایم تا حال از گوشم نمی رود باور کن که تو رو نغز میفهمم سلین بیچاره ماندم نمیدونم چی کار کنم حیرانم یگان کس را باید پیدا کنم اما التماس فقط چقدر نگوی که برداشت کرده نمیتوانم نمیدونم فکر کردم لیکن نمیدونم آیا میشود یا نه چی بود است؟ یعنی یگان کس قبول میکرده باشد چی قبول میکرده باشم؟ سرین التماس برو گپ زن بابایت خورسند شود بس نیست توی سوخته برپو سرین نمیدونم آیا میشده باشد ها بیا از نزدیک صحبت کنیم مالش میایم توی سوخته برپو کن تنها برای خورسندی بابایت زهرا معقول نشد زهرا تو کجا شدی؟ زهرا ای خدا زهرا در اینجا چیکار میکنی؟ استاد یک سوال به یادم اومد شما با مسجد نآمدید من خودم نزد شما اومدم بسیار خوب کردی حالا میبینی پدرت نمرده زهرا رو خانه دار میکنه با کی؟ از کجا دانم لیکن چی نقشه دارد؟ نه تولین جان چی نقشه داشته میتواند تنها توی نبیرش رو دیدن میخواهد نمیدانم توی نبیرش رو دیدن میخواهد و یا میراثش رو تقسیم کردن میخواهد معما فروخ از پدرت آهسته این موضوع را پرسید نمیشود فروخ باز به این کارش نقطه گذارد در اینجا امام چیکار میکند؟ تولین جان پدرم همین طور شدنش رو میخواهد از دستی من یگون کار نمی آید لیکن من مناسب نمیبینم چی میشود چیکار میکند آیا فکری ما یگون قدر ندارد تنها فکری خودش و زهرایش را میکند آیا تو ملیز و من یگون اهمیتی نداریم تو رو از کار آزاد نکند گفته از این خانه رفته نتوانستیم لیکن دیگر صبر کردن نمیتوانم بس است تولین جان جانکم کم تری دیگر صبر کن میدانی که عمرش خیلی کم مانده است سنا بابایم در کجا باشن ندیدید؟ با اون خانه رفتن
جان؟ بابا جان بابا جان با شما چی شد؟ هیچ چیز نیه. برای چی پرسیده ایستاده ای؟ اگر آدم پیر شود به همه چیز ناچیز گریه میکرده است، چشم سیراب میشود. اگر همسالی من شوی بعد میفهمی. فکر میکنید که من به این باور میکنم؟ چیزی رو از من پنهان میکنید تا نگوید از اینجا به یگان جا نمیروم. فهمیدید؟ استاد یک سوال دیگر. هجری بحث اکنون یک سوال میپرسم میگویی و سوال باران میکنی. با خدا که مانده شدم. حالا باشد من از تو سوال میپرسم. تلفن داری؟ ها دارم. بسیار خوب. اینطور باشد و من تلفنت رو نمیدی؟ مرحمت استاد. با مفتی زنگ میزنم. تنها تو سوال نمیدی، ما هم سوال میپرسیم. متاسفانه گفتگوی خصوصی میکنم. بخشش. لبای؟ الو شوکت، این منم. تو کی هستی؟ توبه آخرین منم کی هستی تو؟ شوکت مرا دیوانه نکن، من کلس. شوکت برادر جان از آوازت نشناختم. تو در کجایی؟ چیکار کرده ایستاده ای؟ با من زود سیم کارت گیر و در آنجایی که مرا آورده بودی با آنجا بیا. مرا فهمیدی؟ تمام فهمیدم برادر. شوکت با دقت باش تا از قفایت یگان کس تعقیب نکند. برادر خدر وایمه نکن که دیگر به زنگ تلفنت جواب نمیدیم. تشکر. تا بازدید. مایلش خیر. شوکت شمایید؟ اوه اینقدر تیز؟ منم؟ با ما به قرارگاه بیایید. تو مانند کی باشی ها؟ ندانم به مانند کی باشم. من خودم را فکر نمی کنم زهرا. فقط بعد مرگم تنها ماندن تو را فکر کرده غمگین می شوم. توی تو را ندیده مردن نمی خواهم دخترم. بابا جان شما غمگین نشوید. خواهشتان عملی می گردد. اگر بار دیگر شما رو غمگین می بینم قسم می خورم که عموما آیله دار نمی شوم. فهمیدید؟ زهرا نمی خواهم به مثل اپت با شخص نالایق آیله برپا کنی. من چون این انتخاب را نمی خواهم. تو باید با شخص آیله برپا کنی که آن شخص لایق خاندان ما باشد. بابا جان خاطر نشوید. حتما گفتگیتان برای این می شود. زهرا تو در دل کسی را داری؟ دارم. داری؟ لیکن دفعه گذشته نیست گفته بودی؟ نگفته بودم برای آن که آن وقت هیچ کس را دوست نمی داشتم. چون این خبر خوش را چطور از بابایت مخفی نگاه می داری زهرا؟ حالا چقدر خرسند شدم تصور کرده نمیتونی. آن کی باشد ها؟ زود میخوام که شناس شوم. اعتراض قبول کرده نمی شود. بابا جان حتما شناس میکنن. وعده میدهم. من باید روم برای آن که سلیم مرا انتظار است. تو را با لباس سفید میبینم.
بسیار خوش است بسیار خوش است های های لای 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 من بردم اکنون چی کار میکنم؟ صبح بخیر سردارم تر نشوید گفته چتر آوردم. صبح بخیر تو در اینجا چی کار میکنی؟ سردارم من برای یاری دادن شما اجازت گرفتم. تو چی گفتی استاده؟ یاری چی؟ اجازت چی؟ سردارم من برای دستگیر نمودن کلتا کیلس به شما یاری میرسانم. کیلس اون وقت از بیمارخانه فرار کرد که من در آنجا بودم. در این کار من هم گناهگارم. من خودم را گناهگار میحسابم و برای کمک کردن شما آمدم سردارم. برادر مادامی که تو اجازت گرفتی سرت رو در من نکرده به خانه از استراحت کن. خوب سردارم من شما را تنها نمیگذارم. لیوین کیلس از دست رفته است. زنم باشه مرا ترک کرده است. زود دو شو تا که قسم را از تو نگیرم. چی کار کردی؟ آن عقل پدر را کشتی؟ حیوان من به تو چی گفتم؟ نگفتم که او را کشتا بعد بیا. اکی کانون کشتنی بودم اما از بیمارخانه فرار کرده است. تا حال کسی او را پیدا نکرده است. حیوان نخواد یگان خویش و تبار و یا رفیق نداشته باشد. یک رفیق سنبوسه پس دارد. آن سنبوسه پس مهمان ما می شود. چنگیز سگ‌ها چطور شکار میکنن میدانی؟ از بوی را که حس کردن تو را به شکار میبرند. از پلیس پیشتر او را پیدا کنید وگرنه من شمایان را نابود میسازم. دم شو! مرا فهمیدی اجری؟ فهمیدم استاد سوال آخران بسیار مهم است. استاد مثلا در راه رفته ایستاده ای که یک دختر زیبا از پیشت میبراید و با او نگاه میکنی. خدا بخشد بعد شیطان وسوسه میکند باز نگاه میکنی. بعد باز نگاه میکنی. این گناه میشود استاد؟ خانم روز بخیر. یگان مشکلی دارید یا ردی هم؟ ماشینم کار نمیکند. فهمم. اگر اجازه دید من یک مرتبه از نظر گذارم. شما با ماشین سوار شوید تا که با کار درآورید. آدم مسلمان با قطب شمال جنگ نمی کند. برای آنکه قطب شمال به نهایت خنک می باشد. نماز را باشد با وقت کشور خود رعایت کرده می خونیم. در اینجا زندگی می کنیم و نماز را با وقت اینجا می خونیم. یک مرتبه ماشین را با کار درآورید. استاد من کمک اکثر سیمه هستم. به همین خاطر تاکسی فریاد میکنم. یک دقیقه خانم. حاضر. یک بار دیگر تکرار کنید. با کار در آمد. کار کرد. تمام. فکر میکنم که دیگر ویران نمی شود. به فکرم ماشین رو میدانید. کمتر.
این برای من نه آنقدر مشکلی داشت. تشکر. سلامت باشید. به جای من کسی که نباشد حتما یاری میداد. نام من زیاد. زهرا. از شناسایی شدم. من هم. برای مهمان نوازیتون تشکر. بابایتون بسیار شخص خوب می باشد. خوش آمدید. میخواستم که برای وقت خوش آمدید بگویم اما فرصت پیدا کرده نتوانستم. هیچ گپ نیه. زهرا چه حال داری؟ اپا جان خوش آمدی. خوشبخت باشی جونم. از آمدنت بسیار خرسند شدم. با اجازت شما من رفتم. شاد تشکر. باشید. زهرا این کی؟ ماشین ویران شده بود به کار در آورد. اگر ماشینت ویران شود امام مسجد رو جغ میزنی؟ اپا شما بسیار شیخ هستید. یگان وقت نقل میکنم. هجری. استاد اگر در قطب شمال هجری با سوالدهی کمتر تنفس میدیم. اکنون رفتیم. تو چی حال داری؟ خوب هستی؟ من خوب نیستم. تماما خوب نیستم. از نه تنها کلاس میگوید و خلاص. از این حالت من دیوانه میشوم. مرا یک سوگذار. تو چی حال داری؟ بابایم خوب هستند؟ بخشیش. سیلین لبه. مایلش آمده ایستادم. خیر. اپا جان سیلین زنگ زد. من یک کاری ضرور دارم باید روم. مایلش بیرو. مایلش خوب. خدا یارت بود. هجری زودتر. یه تو سوس راه رفت استاده ای. استاد یک سوال بی نهایت مهم پیش آمده است. باز کدام سوال؟ بچه ها آموده شوید. تنی داملا چگونه انسان است نفهمیدم. فقط با جامعهش میگردد. من همین را میدانم که سله و جامعه تنها وقتی نمازخوانی پوشیده میشود، لیکن استاد زیاد باشد با این سله و جامعه شب و روز میگردد. دوستم مقدس جامعه و سله نیست، دینمان مقدس است. دوستم میرج تو مرا گوش کن. بسیار چیزهای دینی را تو خطا میفهمی. مرا گوش کن برادر. در دین ما نه مقام، نه لباس، نه وظیفه و نه کسب اهمیتی ندارد. بهترین انسان نزد خدا با تقواترین است. این از کجا برآمد؟ یک سوال دارم استاد. مثلا در راه رفته ایستاده که یک زنی زیبا میبراید و با اون نگاه میکنی، بعد شیطان وسوسه میکند باز نگاه میکنی. سوالهای بی منطق رو نپرس. هجری من با تو سوال میدیم. مرحمت استاد. سرتراش خانه در کجا است؟ حالی جان بسیار خوب کردی که آمدی دیگر به خانه آن مرد نرو. ما با اونال جنگ کردیم. امروز نمی روم. همینجا می ایستم. بسیار خوب. مادام که یک و یک بار جدا شدن نمیتوانی، آهسته او را از خود دور ساز. برای این گپ چشمانت خندان بودنت را نشان داده ایستادن یا اینکه برای جدا شدن قرار دادی؟ بابا من اونال رو دوست می‌دارم. حالی جان یک مراتبه خطا کردی. تو مجبور نیستی که تا آخر عمرت
جفا بکشی. بابا جان مرا مجبور میکنید که من جدا شوم لیکن زهرا را باشد مجبورا خانه دار کردن ایستاده. این را چی خیلی فهمم؟ بله، من آن چیزهایی را میگویم که شما دیدن نمیتوانید و در این سن و سال چیکار کرده ایستادم بسیار خوب میدانم. فهمیدم، اما مجبور خانه دار کردن هم درست نیست. دوست داشتن ندارد. دارد. دارد زهرا؟ لبه اپا جان، دوست داشتد کی باشد؟ شما در نزد بابه مسید اپا جان؟ بله. فهمو. چی فهم؟ هیچ گپ نی اپا جان، بعد صحبت میکنی. اگر نوبت با من بیاید همیشه بدتر میگوی. اقلا دوست داشتن یا نداشتنت رو بگو. الو، آوازت نامده ایستاده است. هست. برای چی به من نگفتی؟ اپا جان، اول با بابایم گفتم، به شما گفتن میخواستم لیکن فرصت نیافتم. خیر وای کی بوده است؟ اپا جان، بدتر گپ میزنیم و حالا نمیتوانم گفتم که اگر شما همین خیزیات پرسیدن گیرید تماما نمیگویم. فهمم؟ مالش خودت رو احتیاط کن. داشته است؟ من به تو نگفتم. وای کی باشده؟ دونستان میخوام. ها؟ من هم دونستان میخواهم. یک تای دیگر تیار کنم؟ عزیزم جان تشکر. اگر زهرا بیاید میرویم. فهمم. سلام سلیم. سلام آقای چغتای. چی حال داری؟ شکر خوبم. انشالله که لایحه تا وقت شناسایی آماده می شود. البته می شود. زهرا در کجا؟ زهرا نیست، امروز نآمد. ما هم کمتر پس می رویم. چیگاه؟ استاد باز با وسوسه شیطان گرفتار شدم. برای یک زن نگاه کردم. تو با کجا نگاه کردی؟ با یک زنی که از راه میگذشت. پسر، برویم نگاه میکنی و ریشت خوشرو شده است نمیگویی. برای چی با زنها نگاه میکنی؟ یا تو بدنیت هستی؟ شما بسیار زیبا شدید. تشکر هجری. پیش درو. مرحمت خانم. بخیر است آقای چغتای؟ کارهای گفتم رو کردید؟ کاری نیست که بهر تو نکنم. خودت میدونی. چنین صحبت ها به من خوش نمی آید. خودتان میدانید. یک چند کار رو یک جای کرده ایستادیم. اینجا بودن من طبیعی است. به فکرم امروز در کار یگان مجلس نیست. زهرا، به زنگ‌هایم جواب نمیدهی. از همین سبب مجبور میشوم که تو را در اینجا انتظار شوم. التماس مرا فراموش نکن. با اجازت شما من کار دارم. زهرا، به من فرصت ده. فرصتی چی؟ فرصتی چی؟ گوش کنید. من با شما بغیر از آیدی کار دیگر موضوع گپ زدن ندارم. اگر این طرح دوام دهید آیدی کار هم گفتگو نمی کنم. خوش آمدید. چای نوشیدن میخواهید؟ عزلیم نمیخواهم. سلین، وقتی با من گپ زدند آقای چغتای در همینجا بود؟ زهرا جان اگر در اینجا می بود حتما به تو خبر میدادم. وای آمد تو رو پرسید و برگشته رفت. در اومدگاه مرا انتظار شده است. نه خود. کمتر وایمه بد کرده است. اوی من تو رو نمی بیاید گفتم. کاش که اومدنت رو میگفتم. اوی من دروغگو شدم. هیچ گپ نی. بیا به یگان جای فراغتی می رویم صحبت میکنیم. سلین من یک کار کردم. چی کار؟ با بابایم و اپام گفتم که دوست داشته دارم. بسیار کاری خوب کردی. این زینه اولی اولادور شوی می باشد. رفتیم این رو جشن میگیریم. شوخی کرده ایستاده ای؟ نه جدی گفته ایستادم. چی خیل نمیشناسی؟ برای خبرگیری کلاس با محبس اومده ای در حجت ها قید شده است. کماندیر برای چی یک بار عصبی شده شما؟
من نگفتم، آخر خودم گفتم که برای خبرگیری آمدم. اگر گناهکار بودنش رو میدونستم نمی آمدم. ای بچه اگر گناهکار نمیشد به محبس محکوم نمیشد. کماندیر شما در حقیقت عجایب آدم بوده. نخواد یگان بیگناه در محبس نباشد. کریم نیمش بیگناه است. خب کن. خب شوکت مرا مشغول نکن. به دستگیر نمودنی کیلاس کمر بستم، میفهمی؟ برای دستگیر کردن تو هم کمر بستن نمیخواهم. کماندیر شما پرسیدید من جواب دادم. کماندیر من او را راستیگم اونقدر نمیشناسم. یعنی چی دروغ گویم با وی یگان رفیقگری دارم. از محل ما است تمام. یگان صمیمیت ندارم. چی خیل صمیمیت ندارد؟ او برای تو ماشین دزدیده است. ماشین بسیار زیبا بود. کماندیر خدا زند که ماشین دزدی بودنش را نمیدونستم. وقتی که از خانه من تیلاها را دزدید. چی؟ تیلاها را نیز دزدیده است؟ چی کیلاس؟ نه کماندیر شما خطا فهمیدید. تیلاها را زن شونده هم دزدید. لباسایش را میشستم، خوراک میپختم، اما او چرا مرا ترک نفهمیدم. کیلاس در کجاست بگو؟ کماندیر به خدا که من نمیدونم. اگر میدونستم به خدا که میگفتم. سردارم چی؟ من الکی او را پرسیدم. او نمیدوند کیلاس در کجاست. کی پرسیدی؟ پرسیدی؟ دیروز پرسیدم. تو نمیدونی کلتا کیلاس در کجاست. پس گیر چای نوش. تو کی میباشی که آدمان را از پرسش میگذرانی؟ تو کی میباشی که آدمان را از پرسش میگذرانی؟ تو کی؟ اگر باری دیگر به کاری پلیس دخالت کنی تو را به محبس روان میکنم. رفت برو. کماندیر جان چخیلی که برادر گفت من هم نمیدونم. با اجازت شما من هم روم. شوکت به گناهکار یاری رساندن و همکاری کردن گناه است. با خبر باش. بله میدونم در قانون ترکیه گناهکار را یاری دادن جنایت است. به خدا اگر میدونستم که از محبس فرار میکنه برایش نان و کلچه نمی آوردم. سردارم کلتا کیلاس از محبس فرار نکرده است. از بیمارخانه فرار کرد. دفع شوید زود. دفع شوید. روید. سردارم کیلاس دفع شو. صدی کردید. سردارم همیشه گناهگارها را خودش تنها دستگیر میکنه، اما کلتا کیلاس را یک جای دستگیر میکنه. برادر تو کیلاس رو تا چه اندازه میشناسی؟ از وقتی در محبس بود. چی شد؟ میخواهی درباره او به تو معلومات دهم؟ البته میخوام. یک دقیقه. نویس. کلتا کیلاس را اگر دیدن خواهی دیده نمیتوانی. بیهوده آواره نشو. یک دقیقه. نمیشناسم گفته ایستاده بودی؟ من همو رو مثل تو میشناسم. برادر تو با آدمی نیک مانندی. حیات کوتاه میباشد. وقتی قیمتت رو بیهوده صرف نکن. روی استراحت کن تا بازی. نمیدونم. با ساختکاری بابایم را فریب کرده نمی شود. میدونم. لیکن بابایت شد می شود. تو میفهمد که در اینجا مقصد خرسند کردنی بابایت می باشد. تو گفته ای که دوست داشته داری. دیگر علاج نداری. برای همین مجبوری. گفتم لیکن زورا جون اویدی ساخته اویله برپا کردنت کسی درک نمییابد بغیر از خودم. هجری امروز آدم بسیار شده است. امروز نماز جنازه است استاد. جنازه؟ اکای نجمی وفات کرده است. نجمی کیست؟ شما رو نمیشناسید دوملا. مرحمت دوملا گذاره. نه مرحمت جای من خوب است. دوملا نماز جنازه رو میخواند برای همین گفتیم. من میخوانم؟ البته دوملا. اینجا بیا.
سیمکارت بشیناسنامه لازم. پول. به پول سخنت اثر ندارد. حالی که تو داری مرا مجبور نکنید. نماز جنازه شخص ناشناس رو نمیخوانم. من این کار رو نمیکنم. هجری، آیا تو این مرده رو میشناسی؟ بله میشناسم. اگر شناسی مرحمت نماز جنازه رو تو بخون. داملو این خیلی کار نمیشود. آقای ایراد، به هر گفتم نه استاد نه گفته اعتراض میکنید. مثلا این اهمیت کلان دارد. هجری، پسرم رو میشناسی؟ میشناسم اما پیش گذر، جماعت انتظار است. کنه پیش گذر، نماز را خون. رفتیم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. آن مردهایی که من میشناسم در بینشان یگان شخصی باورناک پیدا نمیشود. برای چی نمیفهمی؟ جنگ بچه خوب و دلسوف است. باز احوال تو رو فهمیده میتواند. جنگ بچه خوب است اما بسیار ساده. سیر داشته نمیتواند، همه‌اش را فحش میکند. این ساده وای بدنیت دیگرها به تو عاشق. زورو چیکار میکنی؟ من چیکار کردنم را نمیدونم. این فکر تو است. از من پرسیده ایستادی؟ بله از تو پرسیده ایستادم. من تو را نمیفهمم. جنگ ساده است اما برای چی انیل نمیشود؟ انیل نمیشود برای آن که او به من عاشق میباشد. با چی عاشق است؟ وقتی کسی این کارو میکند نباید به احساسات داده شود. اگر به انیل روی خوش نشان دهم رفته به بابایم میگوید اون وقت من تمام. اوه استاد، برای شما از مالینه تورت تیار کردیم. مرحمت. تورت از مالینه؟ بله. بسیار دوست میدارم. اینطور باشد استاد. مرحمت. مرحمت دارید. مرحمت. استاد خوش آمدید. تشکر. تشکر استاد. خیریت که دعا کردید او گرفتاری بلای گردید. من یگان کار نکردم. استاد دعای شما گرفت. و ناگهان شد. نامش را گرفتیم آمد. شیطان صفت. تشکر. زهرو یافتم. با خدا که یافتم. چی یافتی؟ تنسل جفتی تو است. او از عهده این کار میبروید. تنسل کی است؟ چی کار کرده ایستاده ای؟ الو تنسل؟ چی؟ یک ثانیه. به تو نگفتم. تنسل جان چه حال داری؟ خدا از تو راضی باشد. این مشتری اعتبار ندارد. الو، با کی گفته ایستادم؟ بایلش تو بازدید؟ آمده ایستاده است. کی می آمده است؟ تنسل کمتر پس حاضر می شود. سلین تو دیوانه شده ای؟ ناپرسیده برای چی زنگ میزنی؟ آدم یک مرتبه از هم صحبتش میپرسد. تمام، من رفتم. خیر، صحبتی خوب. زورو جان ایست. بشین آرام شو. التماس بشین. در اینجا که خدمت میرسوند. الو، با کی میگویم؟ رفته بیم. آدم بر این شکمش رو سیر کند و رود. در نزد استاد عیب است. برای چی به این میز خدمت رسانده نمیشود؟ اگر اپینو برا نمی بود هیچ وقت نزد این میز نمی اومدم. تو با بیرون بیا. کمک صحبت میکنی. بیا. با تو گپ ندارم. لعنت برای روزی که با تو شناس شدم. گوش کن. اینجا رو زیر و زبر میکنم. مثل خودت میکنی. احوالت رو ببین نوبکار و دعای استاد گرفتار شدی. استاد؟ کدام استاد؟ با دعای این هوایی گرفتار شدم؟ با استاد این طور رفتار نکن. نحرمتی نکن. تو خب کن التماس. محترم برادرم، کمتر آرام شوید. یگید نباید عصبی شود. استاد، دعای بد کردن درست است؟ با استاد چی طور رفتار کرده ایستاده؟ به تربیه. از اینجا رو. غم ندید، هیچ گپ نی.
کبر و غرور آینده ندارد. او مرد بد نیست. در اصل یگیت خوب است. کمتر تنها مانده است. باید تنها نگذاریم. ما باید او را دستگیری کردنمان در کار. устод илтимос ба ман ёрӣ расонед. ягон дуое кунед ки ман аз замин халос шавам. дигар тоқат надорам. سه بار خواهرم این طور نمی شود. ما با کسی رو نمیگوییم. بیا میگوییم بیا یک جویا به بیرون رویم صحبت میکنیم. با همین تو هم آرام میشیم. بیا صحبت میکنیم. بیا رفتیم بیا به بیرون. بیا خیری. زهرا آمد. آمده نتوانست. از پیش خدمت گذاشته نتوانست. برای چی خنده کرده ایستاده ای؟ نمیدونم. کی رو یافتی؟ خنده نکن. به خدا که شرمنده میشویم. سلام. خوش آمدی تنسل جان. چه حال داری؟ زهرا تنسل. سلام، من تنسل. زهرا خیلی شدم. من هم. من گرسنه هستم. یک دو چیز سفارش دادم. شما هم یک چیز میخواهید؟ نه تشکر. زهرا دوستی نزدیکی من است؟ بسیار خوب. برای چی برای سرانسی موار جغ زدی؟ چه مسئله داری؟ میخوام زودتر بدانم. با او یاردم دادن در کار. ما باید به تو باور کنیم. من باور کنی میشود. سیر پنهان داشته میتوانم. همه آدم تنها میماند. حالا تو هم تنهایی، لیکن با اطراف نشون نده. دایمون داد و فیغان، هوای نمیق، گپ را کوتاه چی در داری؟ رفیق گرامی، اگر گلویت درد کند به دکتر رو. من امام باشم نه دکتر. با دکتر گوش، گولی و بینی برو. انا دیدی دکتر خود با نزد بیمار می رفته است. خانم دکتر، ما آیدی بیناموسی سخن کرده ایستاده بودیم. بیار. تنسل ما به داماد احتیاج داریم، لیکن دامادی ساخته. من شما میشم. یک کالا بیار. کم در سیر خنده است. از سیمایش معلوم است. زهرا دتول دخترم بیا کاش در اینجا می بودی و کارهای شدگی را می دیدی. چی شد است مادر؟ کمی پیشتر نمی در اینجا بود. کمتر بیادبی کرد. لیکن امام زیا سلامت باشه با زبانی شیرینش او را آرام کرده بود. забони ширин мо ро аз хонааш бароварда аст. ин ҳам ҳамин тавр шуд. دخترم امام زیا اهل تصوف می باشند. کسی که نباشد بیا میگوید در اینجا کارهای شده را میخواستم که ببینی. من هم میخواستم که کمی پیشتر دیده های مرا میدیدید. وای مولای تعریفیتون بیچاره نمیک رو خفه کرده ایستاده بود. دخترم تو چی ها گفته ایستادی؟ ин номумкин аст. دتول جان ممکن است که به چشمت نموده باشد. صوفی ها را بسیار کس در چنین حالت دیدند. بابای خدا رحمتیت هم همین طور میگفت. ای خدا جان به اینها حقیقت رو نشون بده. ман аз паси корам мешавам. برادر سیم کارت آوردم. سیم کارت فهمیدن یک کار رو حل کردی، لیکن پستر گپ زن توبه. شوکت تشکر. سیم کارت به نام هیچ کس نیست. تشکر. از قفایدگان کس را نآوردی؟ نه بس کن. او کیست؟ معلوم نکن.
тамом ҳамаш ҳал шуд. کالا هم سپاریش داد. бе ягон пурсиш ба ҳамаш розӣ шуд. سیلین مرا ببخش. با دوستی نزدیک کده عیب شد. ҳеҷ гап не зӯро ҷон, вай ба айби худаш бинад. احوالمون رو ببین. زیاد خندیدیم امروز عاقبتش بخیر شود. асабам вайрон шуд. برادر چی گپ فهمیدم؟ دوستان گرامی، با شما همین را گفتنی هستم که در برابر صاحبکار بودنتان شما را میباید که انسانی مسئولیت شناس نیز باشید. از شما خواهش میکنم که امشب به خانه اتان رفته سرتان را به بالشت مانید و فکر کنید که به سگ‌های کوچه چی یاری رساندید. با دقتتان یک جهان تشکر. چنگیز، در اینجا چی گپ شده است؟ همه جا پر از داغ شده است. فرش را تازه کنید. احوالش چگونه است؟ ҳоло бо ӯ кор карда истодаем, насиб натиҷа мегирем. бори охир аз ӯ хун гирифтем. گرد و اطراف خون نشود. тамом раис, парво накунед шумо. هرچی گفتم همان را کن، به من جواب نده. حال او چگونه است؟ ӯ ҳама чизро қабул кард. اگر همه چیز را قبول کرده باشد بگذار رود. عیب است، جواب دهید او را. ресмонро кушоед. даф шав. حیوان، تو این کارو تا حال نآموخته ای. به آخرت رود گفتم. پروردگارا نگهبان باش ما را شوکت، لب برادر با غضب خدا دچار شو. با تو نگفته بودم که کسی تو را تعقیب نکنه. استغفرالله برادری است. حیوان برای چی امام را آوردید؟ شما چگونه بیدین میباشید نخود آدمی دیندار را با چنین احوال گرفتار کنید نه؟ شما از خدا نمیترسید همین گناه های خودم به من بس است؟ و فکرم حل شد انشاءالله با واسطه من شما از خدا نمیترسید؟ ҳамроҳи самбуса пас якҷоя будонам. دم شو! دستان امام را کشا زود! وایش را با استخانه برید. دامولا را جواب ده. خدا خواهد از اینجا هم نمازامو میخونم دیگه نمازامو ترک نمیکنم. بابای مولا، از برای آنها عذر میپرسم. کارگرهای مرا شیطان وسوسه کرده است. شما میتوانید روید. برید او را. یک دقیقه او را با کجا میبرند؟ دامولای محترم، ما با او یک چند سوال داریم. نمیشود. ما برابر آمدیم برابر میرویم. آقا چی سوال داشته باشه در همین جا پرسان شوید. جایی که کلس بیناموس را با من میگوید او را زود جواب میدیم. شما پروا نکنید دامولا. نه التماس، این طور نگوید. گناه است. غیبت گناه است. دامولا شما چی گفتید غیبت؟ یعنی انسان را از پسش غیبت نمیکنند. آقا جان، وای آقای پدر ما را مجبور کرد که غیبت کنیم. ببخشید دامولای محترم. حالا من از شما یک چی میپرسم. شخصی که کلس گفتید او با شما چی کار کرد؟ مرا پراند. به خانم در آمده مرا پراند. شما او را با چشمان خود دیدید؟ دامولا چی دروغ گویم، یگان چیز را در یاد ندارم. اگر در یاد نداشته باشید برای چی او را گناهکار کرده ایستادید؟ شاید او شما را نپرانده باشد. دامولا پلیس همش را میداند. او را دستگیر کردن لیکن او فرار کرد. اما از من گریختن نمیتواند. آقا گوش کنید. رفیق من همیشه در قفای من صف میکشد و او را احترام میکنم. التماس از شما خواهش میکنم او را سر دهید.
домула бахшиш, ман ин корро карда наметавонам. Ман бояд қасосамро гирам. рафиқи беномуси вай маро маъюб кард. ҳоли маро бинед домула, дасти ман аз кор мондааст. шумо одами хуб мебошед. бо ман ба ин ҷо биёед, ба гӯшатон як чиз мегӯям. تشکر. شکر خدا. تو با آنها گفتی که من از آنگوی مسجدم، من برایم سرزدن مرا. نه، خرگوش رو نترسان گفتم. خرگوش رو نترسان چی معنی داره؟ من از کجا دانم؟ من هم نفهمیدم. اکنون از برای توش من در بلا ماندم. اگر تو با آنها لازم شدی، من میگویم که همیشه در نزد من بودی. آفرین به تو برادر، بسیار خوب کردی. رو خبرگشی کن آخی. برای چی؟ ای برادر مرا در شهر تنها بینن زنده به زنده گور میکنن. ای دیوانه، هیچ گپ نه. من همیشه با تو میباشم. یا خدایا تو تماما دیوانه شدی. راست میگویی، بیهوده خواطر شدم. کاری عالی جناب کردی. تو در نزد او بودی، حتی تو رو نشناخت. این لباس های امامی به خدا که سیرناک هستند. هیچگاه اینها رو از سند نکش. شوکت سرزده، اینجا لباس امام یکم علاقمندی ندارد. او خاطرش رو گم کرده است. تماما من رو نشناخت. برادر این طرفش رو فکر نکن. تو کاری امامیت رو دوام دادن گیر. راحت باش، دوامش رو من حل میکنم. بی پروا گشتن گیر. تیز رو که نماز پیشی قضا نشود. خیر، من رفتم تا بازدید. حاله حیاتم خانه نمیبیام. این چی گفتنی گپ؟ التماس کودک نشو. من کودک شده استادم؟ بله. اون آلمان خسته شدم، دیگر نمیخوام با تو بحث بکنم. جانی من هم نمیخوام که بحث کنم. تنها میخوام که خانه بیایی. من به تو نگفته استادم. نه. بسیار خوب، این طور باشد خودم تو رو میارم. بیهوده خودت رو مونده نکن. برای اون که تو باید کلاس رو دستگیر نمایی همین طور. دستگیر می نمایم. ای خدا، تا دستگیر میکنم میگوید. آفرین حاله، رفتار خوب کردی. برای پایمال شدن خود اصلا اجازت نده. شام بخیر بچه ها. سردارم پیرشکی، تو حالا هم در همین جایی؟ ساعت چند شد؟ سردارم گوش کنید. کلت کلاس از برای بی‌مسئولیتی من شده از بیمارخانه فرار کرد. یعنی من در این کار گناهکار می باشم. دیگر هرگز به این خطاگی راه نمیدهم. سردارم اجازه دهید در دستگیر کردن کلت کلاس به شما یاری دهم. دو شو تا که زیر پا نشوی. دو شو. سردارم آخر دو شو گفتم. سردارم دو شو. Zakolka? Zakolka? Zakolka نیست. یا خدا کجا شد؟ در کجا افتیده باشه؟ در کجایی؟
جسته ایستاده اید؟ تشکر، خیلی منت دارم. سلامت باشید. در ماشین من افتید است. از آن دخترتون است؟ نه، من آیله دار نیستم. از آن خواهرم می باشد. عذر میخواهم. نمیدونستم. بسیار غمگین شدم. نه، خواهرم زنده است. تنها مدت زیاد شد که یکدیگر رو نمیبینیم. این طور باشد بسیار خرسند شدم. امیدوارم که باز و میخورید با خواهرتان. خدا خواهد. تکرارم تشکر میگویم. بخیر باشید. شبی خوش. بسیار شوخ بود. تا حال همین تا در یک جا ایستاده نمیتوانیست. درختی نیست که نچسبیده باشد، دیواری نیست که به بالایش نبرآمده باشد. میدونم. بسیار بالیاقت بود. رسم میکشید که بسیار زیبا بود. پیانینو رو بسیار خوب مینواخت، لیکن امتحانها را دوست نمیداشت. اگر امتحان شود راهی گریز رو پیدا میکرد و یگان کس مانع شده نمیتوانیست. اگر در را محکم کنی از دود برا میگریخت. در اصل کودک بسیار خوب بود، به یگان کس ضررش نرسیده است. آقای مدیر، خاطره هایتان را احترام میکنم، لیکن برای دستگیر نمودن کلاس به معلومات احتیاج دارم. احتیاج یگان شناس یا یگان خشتبر ندارد. تا دمی که در اینجا بود یگان کس نه زنگ زد و نه به خبرگیری می آمد. بعدن چی شد نمیدونم. در سن 10 سالگی پدر و مادرش را از دست داده است. خودش را در خوابگاهی اینجا جا گرفتیم و خواهرش را عائله برای تربیه گرفته است. تمام دانسته هایم همین است. این همه را کمی پیشتر به رفیق پلیس نقل کردم. رفیق پلیس؟ سردارم، یتیم بودن کیلس رو نمیدونستم. فکر کردم که اگر خواهرش رو پیدا کنیم بسیار ثواب میگیریم. همین رفیق؟ ها همین. من دوام دهید. چای؟ یعنی که شبچه پریودش توی نبورن
آمدم. لبا هجری مهمان دارید استاد. دوستی نزدیکتان رو به نزدتان آوردم. استادی عزیز. هجری این خیلی نمیشود. همه شناسهای ما رو به اینجا بیاری کار خوب نمیشود. در آخر نتیجه این کار چی میشود؟ استاد این منم شاگردم. باور که در قصر زندگی داری. یک دقیقه. چی گپ شد؟ استاد گفتم دومولو زیاد به مسجد میاد انتظار شو، لیکن این کس انتظار نشد، گفت ما رو به خونهش ببر. بله. هجری این رفیق از جماعت مسجدی پیشینه ما می باشد که من آنجا کار میکردم. سلامت باشد. این هم مثل تو سوالهای خوب میپرسد. مدت زیاد شد که واخورده نمیتوانی. معلوم است که سوالهای زیادی دارد. با اجازت شما. استاد میخوام از شما یک سوال پرسم. هجری تو در اینجا با قدر کافی سوال آوردی. برای همین حق سوال پرسی نداری. ها هجری تو اینجا کمی ما را انتظار شو. من با سوالهای برادر جواب میگردانم. مایلش استاد. تشکر زیاد برادر. مدیر با شما زحمت شد تو اینجا آمدید. تشکر گرده. هیچ گپ. سلامت باشید. سلامت باشید. اینجا بیا. سردارم با شما چی شد؟ گپ نزن. سردارم دستم درد کرد. گپ نزن. سردارم اینجا تکیه کن. تو گپ رو نمیفهمی. گپ نزن بابوشی سوار شو. سردارم برای چی عصبی شده؟ کلاس خواهر داشته است، اگر پیدا کنه ثواب میگیریم. گفتم برای همین عصبی شده. تو چی گفتی استاد؟ این نابکار چی گفتی استاد؟ سردارم شما مرا خطا فهمیدید. کلاس جنایتکار میباشد، ما او را دستگیر میکنیم و جزا میدهیم. من کارم را 100% خوب اجرا میکنم سردارم. نابکار کدام کار؟ کاری تو پاسبانی میباشد. برای چی به کاری پلیس دخالت کردی استاد؟ سردارم من اجازت مهنتی گرفتم. من به مهنت کاری چی کار دارم؟ غمگین نشوید سردارم. من وعده میدهم که برای دستگیر کردن کلاس به شما یاری میدهم. احمق تو به خودت یاری ده. به ماشین سوار شو احمق. به ماشین سوار شو. دو شو. سردارم چرا شما همیشه مرا جنگ میکنید؟ بجایت چین. برادرم تو برای چی با اینجا آمدی؟ و دفعه آدمان کنان را از قفایت آوردی. این دفعه میدونی که پلیس اونال مرا کافتکاو دارد. بخشش که ناراحت کردم. برادری آدم اینقدر است. یک بار نمیپرسی که شوکت چی حال داری؟ برای چی اینجا آمدی؟ درست شوکت برای چی با اینجا آمدی؟ برادرم به حرمت تشکر. وقتی توی کردیم قرضی بسیار گرفته بودم. آن زن بیناموس را وقتی که گرفتم تمام مال و ملکم فنا شد. جای کارم را از دست دادم. برادر گفته به نزد تو آمدم. تو باشی مرا چشم دیدن نداری. از خانه مرا بیرون میکنی. انا گپ در کجا بود از کالت کلاس نفهمیدم. با فکرم تو عاشق شده ای. من عاشق؟ زود تشخیص های بی اساس رو پیشنهاد میکنی. از گوهرک چشمانت میبینم که تو عاشق شده ای. این دختر کیست؟ نبیره آقای اکرم. آقای اکرم کی؟ صاحب این خانه میباشه. رئیس. بس مایل شوکت امشب در اینجا ایست. لیکن پگاه چیز و چهارت رو جمع کرده از اینجا رفت. من خودم تا تیار شدن شناسنامه‌ام در اینجا میباشم. اگر شناسنامه بگیرم زود از اینجا میروم. مایلش برادر. بار دیگر به من برادرم نگو. استاد. مایلش استاد. شما خواطر نشوید. یک اطراف رو از نظر گذران. تو برای چی اطراف رو از نظر میگذرانی؟ رفته من تو رو در اطراف دور میزنونم. اینجا بسیار زیبا بوده است. اینجا رو چطور درون خانه میدروی و نمیبروی. محکم کن. مایلش استاد زود بیاید. هجری تو در همینجا بودی؟ استاد خواستم همراه شما یک جای با مسجد برویم صحبت کنم. بیا صحبت کنان میرویم. استاد یک چند سوال داشتم. سوال نده برای آنکه سرم پر از سوال شد.